سلام علیکم دوستان عزیز. این عبدالله جان است، همون پسر بچه‌ای که از ناحیه 5 به خاطر اسبش بسیار گریه کرد. ما به شهر چنبه دعوت کردیم از نام یکی از صاحبکارانی که بسیار معروف است، همه ما و شما میدانیم، اسماعیل جان صاحبوف. توفه‌اش در دستش میسپاریم. بسیار اسب خوب از نام اسماعیل جان صاحبوف به عبدالله توفه کرده میشه. تو برای چی گرفتی؟ اسب دوست می داشتم. اسب دوست می داشتی؟ اسب فروختم برای هم گرفتی؟ ها؟ انا اسب تای معقول تای؟ ها؟ سور میشه؟ دوستان عزیز، این اما عبدالله را در اسب که توفهش کردن شو بخب کو معقوله؟ عبدالله جان اسب معقول تای؟ بله، رحمه برکه اسماعیل برای توفه کردن اسب. عبدالله او اسب چی نو میکنی؟ آرزو. آرزو؟ او نامی بهترین. در آینده چی نیت داری؟ چوانداز میشه یا نه؟ میشم. چوانداز میشه؟ اسب خشرو تربیه کن. او ولی بزا سر شب با ما مییم در 5 تماشات میکنیم، میشوه؟ او آرزو اسبی اکه عبدالله. اسبت معقول چید؟ او خرسند است یا اسبت؟ او عبدالله جان او ترا کی به نوارگرست در سایت و پرتوف در اینترنت؟ بچه اکه طالبون. بعد گریستی ها برای اسبت. اسبت چی نام داشت؟ زلطوی. زلطوی. سلام دوستان عزیز. نوارو که در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام همه ما و شما دیدیم، گریه عبدالله جان از ناحیه 5 به خاطر اسبش. از نام اسماعیل جان صاحبوف، صاحبکار، همین اسب توفه کرده شد به عبدالله جان ناحیه 5. این عبدالله در بالای اسبش، اسب معقول، ما روان میکنیم به ناحیه 5.